مرا قطعی ابو مریم رجبی پیچت کافر زده. اسم الله. اسکندر جان تگیر قرنین یخلفنی جانشین من میشوند، یخلفنی فی الحکم بالعدل بین خلقی. نو نتوبره. این مسئله نام من اسکندر بودن یا که ابو محمد مدنی چرا مدنی بودن چیزی مهم نیست. من به شما سوال عادی دارم که ما قرآن از پیش خود میتونیم که تفسیر کنیم. نو نتوبره. یخلف از بالاتر میگذاریم. جواب از بالاتر میگذاریم. آدم علیه السلام هم مسلمان هم کافر جوینشین گوش کنی با بسفری نه فهمم من گوش کن. ما بلال قرآنت میکنم ثبت تاریخ سالات اسکندر بیو. بلال ثبت تاریخ اسکندر بیو. روزی من میبینیمش با بسفری بیو بلو برو بعد من میدونم چی عقیده داره اسکندر. من نغز میدونم اگر یه دنگ دیونه شما نه اسکندر بدونید من اسکندر 10 سال زیاد میدونم. کیسی یک جایی نه بچه بد نیست یکمش طالب علم است اما عقیدهش ده همین چه بگم برادری انصاری بچه که ما خیلی بگوی که اکریت همه بروی خیلی شیری نر بروی گم میزنن نه پشت پرده هست این همین جوانایی که سبک بغدادیه که پیرشون نمی ابوبکر بغدادی نمی عراق های این همین گودک بسیاری که بر سواد هستن همین آدم اگر نه بسم الله چی جای مشکلی داره روز تا خلیفه آیا خلیفه همین سوال با شما انصاری آیا خلیفه این شماره جمعی یا که یک تا این به عقل خودش نمیدونه چی بوده قوم این فیلسوف ای گنیت کرد فیلسوف چون تو دیجا قوم با قوم تعویل یک مگو یگونه ظریفی اینو در تعویل های اینو تعویله که ما عرب نیستیم. وقتی که ما بعد مسئله ها رو تعویل استفاده میبریم برای همین جوانها به عقلی میکنن بعد تعدیلم کافر میرونه پشتیم صبح دنگ دیونه همه را حقمی کافر میزنن ادمی یا بهمی دیو نشیش ما چین قدی بغدادی خطیم در سبکاتون ما اسکندر رو نغز میدونم. سبحان الله خودش نمیدونه چی بوده خلیفه شماره یک تا خود را جانشین میگوشه خلیفهش میگوی این وقتی که بزرگا درس میکنن اینو ادکریت بیان میکنن که خداوند ما را خلق در این زمین جینا بدن فساد کردن پس انسان خلق کرد برای مردم عام قشلاق به سواد باید یا یک لفظ گپ زنن که مردم درک کرده بتونه. اهمیت نتی انصاری تریوشه گپ دوره نجبی هم نبوری گپ زنه اسکندر من نغز میکنم چیه یا خیلی هم اسکندر هم تبس نمیدونه عرشن سی بیا کن استاد انصاری یا دقیقه با ابو مریم رجبی دولم یا برادر دیگه که بهترین طالب علم احمد جو میتونه با این دیوانا گرفتن مرا قطعی ابو مریم رجبی پیچت کافر زده اسم الله تکفیر کرده. ابو مریم رجبی خاک اسکندر تونه علیلک میبیزه. ابو مریم رجبی احمد جون نقل میشن یک طالب علم دیگه خوجند است بسیار عقیده خوب داره او بچه همون هم زده حکم کافر برآورده. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. حضرت ممکنه سوال سلام برا بله گوش کسی وای امو محمد مدنی که مقصد اوزی دلیل وار کو گفت که ابن کثیر گفته که تبری گفته که باید چند کسی را گفت بله گفتن که مقصد تفسیر حواری گفته که انگفا کثیر دلیله با ابن کثیر اگر عقیده خودش بیان کنه با گپ ابن کثیر دین میشه چی با گپی پردیل مثال اکی خیلی ابن کثیر کشید با چی عثمانه و پیغمبره گپ ابن کثیر با دین میشیده برای من
ابن کثیر هم دانشمند بود، نقطه نظرش بیان کرد. بعد چی؟ نه یک چند کس آورد ابن جریر مقصد تفسیر تبری تمام علما را از دوری قور ببرو را بگیره. گپ علما نقطه نظر علما این دین نیست. نو به هر حال جمع علما را اگر بگیریم کسوفسکی سوابودن به هر حال چه عقلت گپ زد؟ استاد شیخ انصاری چخلی کنو اینستاگرام شا همه جا بنویسم آن ابو محمد این آمد دنوی را وردار نقطه کو صوفی استاد وردار این نقطه را اصلی دینه بفکرم. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم يا أهل جماعة الخير. أهلا وسهلا أخي. ياك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بمن برادرو خبر دادن که حالا یک 2 دقیقه 3 دقیقه پیش که همین خیلی صحبت رفته شده است. ابو ماهی خراسانی گفتن ایشون شما خوب میشناخته است. آواز نبرو این صحبت کنیم برادر. از همین جهت بارک الله فیکم من دعوت کردم به اینجا که صاحب این کانال ابو ماهی خراسان دعوت کردن که گجوه هست نمیبراید اینو میگریزن از پشت پرده ان اینند اونند تمام خیلی سنوی یعنی نوشویسته. الحمدلله وقت پیدا کردیم اومدیم و انشالله به صحبت آماده هستیم. اولشون که برادر طالب علم اسکندر شما دی به این پورتال میگیریم سامانه برادران اهل ایمان. هر کسی هر گپی میگوید و اگر من یکون سخن گوشم من مدتی اگر اشتباه نکنم مدتی 9 سال شد من ثبت را بسیار استفاده بردگی هستم و خیلی گوشم کردگیم و از نقطه نظری گویا که از شما بعضی مسائل را درس هم کردگی هستیم در زمانه جلو. من نغز از شما آگاه هستم. وقتی که من گفتم که شما ابو مریم رجبی را با امو را تکلیف بر کفر کردی، شاگردانی که همین حوزی که تو را دعوت کردن حوزی از بعد که انصاری مولوی هست در این موضوع شما صحبت کنید و ما شما را بازم خوش آمدید میگیم. انشالله با وقت سوال میشود که اصلا من میخوام که با کدام دلیل شما را تکلیف بر کفر کردید و ابو مریم رجبی را این مسئله را حوزی میگذاریم. ما شما را همچون برادر احترام میکنیم، خوش آمدین و این بچه هایی که از نام ما هر گپ میبرند و ما فرقی ندارد ما چی نقطه نظر داره نداره ما کلا برادر هستیم. بسم الله مثلا همین حوزی زبسی که ما گوش کردیم در کوره جانشین مولوی انصاری شما صحبت کنین ما برادر رو استفاده بریم. تمام من شما را فهمیدم لیکن 1 دقیقه به من اجازه میتید که کمی مقدمه کنم. مقدمه این است که من اصلا شما را نمیشناسم. من شما را یکمین بار دیده شدم. بعد از این دوم چیز زمین است که من انیق میدونم که شما من نمیشناسید. من برای اون که آدمایی که من نمیشناسم من وام میشناسم. دوم چیز این است. سوم چیز این است که مسئله تکفیر شما به ما الله شاهد است که من اصلا شما را نمیشناسم. من شما را از کجا تکفیر کردم؟ من شما را نمیشناسم. اما مسئله یک دقیقه برادران کرده باشند خطا کردن. اما مسئله ابو مریم محمد عزیز رجبی مدارج السالکین گفتن یک طالب معروف است از مسجد یعنی یکی از پیروای حزب نهضت و اون مسئله این است که ما اون تکفیر نکردیم لیکن گفتیم این عملت که میکنی کفر است و معروف نوشتگی هستیم. ان شاء الله برادر شما به این کتابچه‌ای که در مسئله محمد عزیز رجبی نوشتگیم رد بر مرجع محمد عزیز رجبی که مخالف 4 مذهب میبرد این کتاب معروف است وجود دارد. ان شاء الله برادر شما دسترس میکنم. ببینید که موجه تکفیر کردگی نیست فقط دلیل دادگی است. حالا بیاید در بالای این آیات صحبت میکنیم. در بالای این آیات صحبت مقصد میشناسی من نداج برادرها شاهد دارن در اینجا که ما مدتی 9 سال میشوه از ثبتای تو خیلی استفاده میبریم. مقصد میشناسی من نقطه نظر خود تمام درسای تو را من دارم و تلگرام ما گوش میکنم. من خیلی با شما را گوش میکنم. با حال باز من وقتی که نمی بچه‌هایی که در همین درو
منافق صفتایی هستند که اومدن برام میگه که ای ترا اسکندر شیخ اسکندر قطعی ابو مریم رجبی تکفیر بر کفر کرد. من به حد گفتم که شیخ اسکندر هرچند ما ثبت و درس اینا استفاده میبریم، از کجا میگم ما ضبط ترا بودیم ترا کافر برآورد. همین من در گفتم که سبحان الله وقتی که یک بودا نمیدونی نمیشناسی صحبت کردگی نباشی، پس شیخ اسکندر مرا و ابو مریم رجبی را تکفیر بر کفر میکنم. حاضر اومدی انشالله خوش اومدی برادر من، بزرگوار قطعی صحبت کنین، بعد شمونه مرا انشالله اومده باشیم ما خرسان هم صحبت میشویم. تمام بهترین است. بسم الله. بسم الله. مولوی انصاری شما صحبت کنیم و برادرو استفاده بریم و نصرت بر هر شما و اون شاگردانی که خط میبرن میبیورن یک نصیحتی که صفات منافقی را بس کنن خوبتر است. برادر عزیز، نصیحت من همین است که همه در حق باشند، نه فقط جانب ما، همه جانب شما جانب ما کسی نباشد، همه به سوی حق دعوت میکنیم. ولی که من تو به حال میگم که یگان نفر از برادرهایی که به من اومدن در حق شما یا در حق کسی صحبت کردن، یعنی ظلم نکردن، صحبت‌های یعنی بیجان نکردن. اصلا من طریقی نمیدونم که کی به من صحبت کرد در حق شما. فقط گفتن که یک نفری هست ابو ماه خراسان، شما خود میشناخته است. یک نفری دیگر هست نمیدونم، همون حضور کسی که اینجا هستند همون هستند یا دیگر هستند که 10 سال 15 سال 20 سال در مدینه خونده بودند و این و اون، یعنی همین خیلی صحبت ها میشد که قطعی صحبت کنید. البته گفتم میشد، اینجا شما هیچی بر نکرد، یگان مشکل نداره. ما دینمون این دین الله هست، ما در نزدمون قرآن داریم، سنت داریم. من باقی مسئله گرچنده که شما قبول نمیکنید یا من قبول نمیکنم، لیکن مردم میفهمند که حق در جانبی کی هست. بیایید در همین آیات صحبت کنیم. برای اینکه من کمی داخل شده بودم، سخنهای شما را من گوش کردم، سخنهای شما را گوش کردم که شما گفتید که این یعنی تعویل میکند، از خودش صحبت میکند. یعنی این از کجا اومده است که قوم گفته است این خلیفه را؟ خلیفه اسمی مفرد است، جمع میکند، هم خیلی سخنها. بعد از این برادر، یکی از برادرها گفت که آخرین از تفسیر میبرد. هم خیلی میخوایم اولا کمی در بالای همین صحبت کنیم، این مسئله حل کنیم، بعد دیگر مسائل به ان شاء الله باقی به انتقال میکنیم. ان شاء الله مولوی خیلی صحبت کنیم و گوش کنیم. بسم الله. هم مولوی انصاری هم برادر شیخ اسکندر است. صحبت کنیم و استفاده برداریم. بهترین. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. شما خوب هستین ان شاء الله؟ الحمدلله بخیر و عافیت. الله جزای خیرت ده. امین. اعتراض کرده بودستین درباره این جاعل فی الارض خلیفه و یا خلیفه نسبت الهی دادن که جانشین الهی دادن و یا اینکه احکامات الهی را در روی زمین با همدیگر ارسال کننده ها را خلیفه خداوند گفتن میشد یا نمیشود. شما اعتراض کردید که این خلیفه را نسبت به پروردگار دادن این اشتباه هست. میخین البته چیزی که من گفتم اونجا خود شما گذاشتید معروف است که ما بچی در اینجا اختلاف به شما کردیم. ما گفتیم خلیفه که در قرآن آمده است معنیش رو جاینشین گفتن و یک انسان رو جاینشین الله گفتن در حالتی که انسان ها کافر هستند و مسلمان هستند، این سخن باطل است. این سخن گفتیم سخنی حتی کفری هست و این در همون چیزی که حالا قبل اولش قبل از این که ما بگذاریم به نسبت دادن به ذات پاکی پروردگار کفر از و نسبت دادن به غیر مسلمان ها اینا بمانیم بیستد. اول در خود لفظ الخلیفه قرار بگیریم. این جاعل فی الارض خلیفه، فقط در خلیفه قرار بگیریم، بعد هم به اون سمیریم. خیلی بگویم که ما مختصرا صحبت طولانی نمیکنیم، این چیز معروف است و در نزد ما الحمدلله همین حاضر کتاب ها وجود دارد، از کتاب ها صحبت میکنیم. شما
یک کسی نیستید که مجتهد باشید و کسی نیستید که از پیش خود قرآن را تفسیر کنید. شما چیزی که گفتید از کدام کتاب میگید و از کدام علمای اهل سنت میگید، مرحمت سخن کنید که اینی جاعل فی الارض خلیفه، خلیفه این جانشین گفته باشد. برادر چی نام داشتی؟ اسکندر نه؟ اسکندر نام اینقدر مثلا این مسئله نام من اسکندر بودن یا که ابو محمد مدنی چرا مدنی بودن چیزی مهم نیست. من به شما سوال عادی دادم که ما قرآن از پیش خود میتونیم که تفسیر کنیم. علی آرام باش. من میخوام که مخاطبه خودم من بدانم که من با کی مخاطب کرده شدم. از این خاطر من پرسیده شدم. بله من با کدام نام میگیرم؟ یعنی که ابو محمد مدنی هست. ابو محمد المدنی هست. خب اسکندر، اولش این که اعتراض من نکردم، اعتراض شما کردگی هستید. اگر از اصولی بحث اگر خبردار باشید، اصول اگر خبردار که باشید، اعتراض از جانب شما هست، اعتراض از جانب ما نیست که شما این اعتراض رو بر بالای ما وادار کنید و از ما سوال کنید. فهمو؟ پس فهمو اینجا برای من فهمو است، برای کسایی که در اینجا 49 نفر دیگر شنونده است فهمو نیست. نه دیگر رو بگذار، سخن بین من و شما رفته شده است که اعتراض شما کردید، شما نوار کرده بودید، شما زخش کرده اعتراض نکرد، شما نه اعتراض کرده شدی. گوش کنین، گپ اینجا هست که انصاری وقتی که همین سخن به من رسید، من به همین سخن از تفسیری که هست بر اومدم، از خودم سخن نکردم. سخنی که امام طبری، امام ابن کثیر گفتم بر اومدم به همین سخن حقیقتش بیان کردم. و بعد از این شما اعتراض یا ابو ماهی خراسانی اعتراض کردین که این سخن بود. نه گوش کده اسکندر، نه ابو ماهی خراسانی اعتراض کرده است، نه من اعتراض کردم. خودت ثبت کردگی هستی در برابر سخن شیخ بردی و در برابر سخن ما که گفته ایشان اشتباه است. اعتراض از جانب شما صادر شده است، اعتراض از جانب ما نیست. وقتی که اعتراض از جانب شما که صادر کشیدگی که باشد، علت همین اعتراض رو و علت اشتباهات ما را شما کن بیان میکنید. تمام. بسم الله. بار دیگر ما گرچنده که در همون چخیلی که در همون صحبت خود شما کمی قبل گذاشتین در همین مجموعه و در همون جا من بیان کردم، شنوندگان شنیدن که ما گفتیم تفسیر قرآن قاعدهش این است که ما باید به فهم صحابه، به فهم تابعین، تبع تابعین، علمای سلف فهمیم، علمای گذشته فهمیم، یعنی از نظر علما فهمیم. و ما حق نداریم که قرآن هر کس بگیرد چیزی که خودش میفهمد همون خیلی به مردم فهماند، برای اینکه تفسیر برای همین نوشته شده است که ما فهمیم. برای همین قرآن 15 مجلد 10 مجلد اینچنین تفسیر دارد. ما گفتیم الله سبحانه و تعالی وقتی که این آیت رو بیان کرد در سوره بقره آیت 3 خلیفه ذکر کرد. بله ابن کثیر، امام طبری، امام بغوی، روح المعانی و دیگر از مفسرین، همه مفسرین میگویند که خلیفه کلمه خلیفه این به معنای بارک الله فیکم جانشین نیست. من حالا بیاید از خود تفسیر ابن کثیر حالا میخونم، ببینید. اینی جاعل فی الارض خلیفه ای قوما یخلف بعضهم بعضا، یعنی قومی که پی هم می آیند، قومی که پشت هم می آیند. این سخن رو من از ابو ماهی خراسانی شدم که میگه که این فلسفه میگه، کلام میگه، قوم چی به میبرد. این سخن علما است. ابن کثیر قبول دارین، امام طبری قبول دارین یا ندارین؟ اگر قبول داشته باشین ببینید که ابن کثیر و طبری میگوید که خلیفه این یک قومی که پشت هم می آیند، انسان ها یعنی پشت هم می آیند. و بعد از این در دوام سخن ابن جریر طبری و ابن کثیر میگن که بعد قرن بعد قرن و جیلا بعد جیل، و جیل بعد از جیل میآید. و بعد از این دیگر سوره ها را ذکر میکنند ابن کثیر
این ابو ماه خراسانی میگه که اینجا خلیفه اینجا مفرد اومده که از جمع ندارد. من حالا جمع میبرم. سوره انعام آیه 165 الله میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و هو الذی جعلکم خلائف الارض و اوست الله که شما را خلائف زمین قرار داد. خلائف الارض چی است؟ یعنی جانشین زمین قرار داد میشد. از اینجا اگر ما خلیفه معناش جانشین گویم از این میبرد که در این آیه سوره انعام آیه 165 قرآن بشین نظر کنین الله گفته است که و الله همان ذات است که شما را خلیفه زمین قرار داد. آیا ممکن است که زمین به خلیفه شد؟ نه، بلکه ابن کثیر و امام طبری و غیر از علما میگن که خلائف الارض این است که یعنی الله شما را در زمین قرار داد که پی هم اومده زندگی میکنید. و در آیه دیگر باز کلمه خلیفه اومد به صیغه جمعش با اومد در سوره نمل آیه 62 اومد. الله میگوید و یجعلکم خلفاء الارض و الله شما را خلفای ارض قرار داد. معنای اینو ما چه میفهمیم؟ خلفای ارض یعنی خلیفه ارض، خلیفه زمین؟ نه، بلکه الله شما را در زمین همچنین قرار داد که پی هم اومده زندگی میکنید، دور دراز پی هم، یعنی از عقب هم دیگر باز نو به نو اومدن میگیرید. خیلی که سخنی امام طبری و ابن کثیر رو به شما بیان کرد. این چنین در سوره زخرف آیت 60 الله میگه ولو نشاء لجعلنا منكم ملائکه فی الارض یخلفون. در اینجا هم یخلفون و مانند تفسیری که شما میکنید در اینجا یعنی خلیفه جانشین اومده است، بلکه پی هم اومده یا خلف من بعدهم خلف. این چنین واقعا زیاد است. برادر اسکندر در پیشت گفته کتاب ابن کثیر دارم نه؟ بله. که همو ابن کثیر یک بار روی بکنیم زیر همین آیات. شما بهترش دارین و اگر خواهین که در مسئله تبعه اختلاف نشود، برای که ابن کثیر مختصر وجود دارد. ابن کثیر هست که زیاد یعنی 6 مجلده و 8 مجلده وجود دارد. اصلا در کدام چیز نباشد شما در زیر همین. اسکندر شما گفته که نزد من کتاب وجود داره نمیخه؟ بله. بسم الله همون صحیفه آیتی که سر میشد و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، همین را همیتا از اولش خوانده بیاید. من به شما میگم که کتاب من البته که کتاب الکترونی هست. در اینجا من عادتا خود شما میدونید که ما الکترونیک کتاب رو استفاده میبریم یکم، لیکن من به شما دیگه گفته استفادم که شما سوره بقره و چیزی نظر کنید. خب اگر چونی که باشد من اولش این که بیا من میخونم شما گوش میکنید یا اینکه من عبارت من میخونم شما ترجمه کنید بهتر میشد نه؟ بسم الله. همیشه؟ بله میخوام. اول اشتباهتون این بود که گفتی که نزد من کتاب وجود دارد، اما من نمیدونستم که خود طالب علمی گوگلی بده. گوگلی نیست ای برادر گوش کنین. این الکترونی کتاب میگن، این گوگلی نیست، کتاب الکترونی هست که ما چت میکنیم و با نوتبوک میخونیم، برای اینکه ما با همراه خود کتابای زیاد گرفته گشته نمیتونیم. این گوگل نیست، این کتاب هست که از اینترنت گرفته و سکچ شده است. این چی جای طعنه دارد که حالا میاد اینجا طعنه میکنه؟ این از روی بحث علمی و از روی بحث یعنی آداب و اخلاقی هم نیستین، یعنی فرصت پیدا کردن برای زدن چی دارد. بیا همون صحیفه که شما داره همون صحیفه را منم هوی میکنم، شما بخوانید تا آخر همین آیتی که اینی اعلم ما لا تعلمون، تا همین جره شما همین را بخوانید از اول تا آخر. من حاضر چیزی که به شما خوندم بار دیگر نه همین را مکمل بخوان. وقتی که آیه تفسیری سوره ابن کثیر، بله در تفسیر ابن کثیر و این خب شروع میکنیم. خب
خب از همین آیت از آیت و اذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. از زیر همین آیت همون الکترونیکی که داره، از همون الکترونیکی تا همین اینی اعلم ما لا تعلمون مخوانید کنید و تمام اقوال هایی که در زیر این بیان شدگی هست. شما خونه ما به شما خوندیم، بیان کردیم مذهبمون را. نه تا همه را نخوندی. چیزی که در نزد ما هست و چیزی که ما همشو نخوندی برادرم. اگر همشو نخونده باشیم بخونید، تمام بخونید، بیان کنید که چی میگید. ما میدونیم که چی میگید، لیکن ما میفهمیم. بخونید کنی ببینید. نه شما گفته استودید که من از تفسیر ابن کثیر گفتم. من شما را گفتم که همون از ابن کثیر همش بخونید، همون عبارتایی که هستن هر یک تحمیل رو بخونید. ما طالب هستیم اینجا. من نمیتونم که تفسیر تبری، تفسیر قرطبی، تفسیر زمخشری، دیگه تفسیرهای از اول همش بخونیم. ما میخونیم قول راجحی که هست، ما میخونیم، به شما گفتیم و مذهب ما بیان کردیم. اگر شما به همین در کجا آمدگی است، در همین ابن کثیر در کجا راجح‌تر آمدگی است کنی بگو. من به شما خوندم، کمی پیش خوندم، بیان کردم که در این مسئله اینجا فقط ایرا خوندید، فقط در اینجا شما ایرا خوندید که إني جاعل في الأرض خليفة أي قوما يخلف بعضهم بعض قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم خلائف في الأرض. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال ولو شاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وقال فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة. وقرئ في الشاذ إني جاعل في الأرض خليفة حكاه الزمخشري وغيره ونقلها قرطبي عن زيد بن علي وليس المراد هؤلاء بالخليفة آدم عليه السلام فقط. ايوه چه ایوه؟ دومش خونه شما گفتید که قرائت شواذ به اومدگی گفتید، شما میفهمید؟ نه و قرئ فی الشاذ گفتین یا نه؟ در نزد من وجود دارد، منم شده هستم. و قرئ فی الشاذ این جاعل فی الارض خلیفه، إني جاعل في الأرض خليفة حكاه الزمخشري وغيره ونقلها آرام باش اسكندر ذو القرنين آرام باش وحكاه الزمخشري وغيره ونقله قرطبي عن زيد بن علي وليس المراد ها هنا بخليفة آدم عليه الصلاة والسلام فقط. أيوة فقط آدم عليه السلام نیستن اینجا، بله درست است. بلکه کی ها هستن با؟ یعنی که فقط آدم نیست، با کی ها هستن؟ دوامش بخونین، نوشتگی است. كما يقول طائفة من المفسرين وأعزهم ابن مسعود وابن عباس وجميع أهل التأويل ففي ذلك نظر بل الخلاف في ذلك كثير. حكاه فخر الدين الرازي وفي تفسير وغيره والظاهر أنه لم يرد آدم عليه عينا إذ لو كان ذلك لما حسن قوله. این سخنی که الان اینجا خونده ایستادید این رد به شما است که شما نمیفهمید. لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا نه آرام باش آیت ها را برادرم، آیت ها را حتی تمیز کردن نمیتونی. من آرام هستم بین مفسرین اقوالشون رو بین مفسرین اقوال ها را برادر بگذار من گم از زمزنم. من برای شما مفترضم که وقتی که مفسرها را نامبر میکنی مبتدا و خبر ایشان را جدا بکن که کدامش چنین گفته است کدامش چنین گفته است. فهمو اکنون من میدونیم مسئله را از این طرف با اون طرف نکش انصوری. ما آرام گفته استیم. لا حول ولا قوة الا بالله. برادر گوش کن، اجازت بگید انصوری صحبت بکنید. اجازت میرید صحبت کنید. گپ اینجاست وقتی که شما به همون انسان جواب دادین گفتین که یک آدم به شما سوال داد که آیا میتوانیم آدم علیه السلام خلیفه الله بگیم؟ شما گفتید بله میتونیم، جانشین الله بگید میتونیم. گفتید در اینجا اومده است که این یعنی در بعضی یعنی حکاه الزمخشری اومده است که
قرطبی از زید بن علی و غیر روایت کرد که مراد اینجا خلیفه فقط اودام نیست. انمین یکی از ردها به شما است که فقط خلیفه بوده به اودام، بلکه بعد از این به یک قوم معین نکست. انا ببینید وقتی که نه اسکندر چندین بار گفتی انصاری اورام شو شدم تو هم باید اورام شو بگذار من صحبت کنم. وقتی که من صحبت میکنم مفهوم آیات رو، مفهوم قول بزرگا رو اشتباه گرفته سودی برادر. گوش بکن، وقتی که من به تو جواب میدم چرا نمیگذاری که من صحبت بکنم و گشته و برگشته من رو قطع میکنی؟ برای که جواب خطا داده سودی. برای اون که من تو را فهمیده شدم مشکلیت در کجا است و مردم رو تلبیس کرده شده. من گفته شدم که برادر اسکندر تا اگر اسکندر گوش کن، اسکندر آرام باش، اسکندر اگر تو به طریق اگر تو به طریق الکترونیکی اگر تو علمات گیری، اسکندر اگر تو نه من تن نمیمونم برای که سخن اول تا حلقه پارتوفتی رفتی. اسکندر تو اگر از الکترونی خونی من بدون تعویل من میمونم شما بخونید، من میمونم شما بخونید من در نظر تو وجود دارد بخونید. نگاه کنید ده وقتی که اگر شما عبارت که نمیفهمید پس مشکلتون همیجه هست. وقتی که اینجا در عبارت که میارد که حکاه زمخشری و غیره و نقله قرطبی عن زید ابن علی وليس المراد ها هنا بخلیفة آدم علیه السلام فقط، همین جا میستیم با پایان نمیریم، فقط همین جا بیس همین را برای ما بیان بکن. همینجا برام میکنیم که میگن که خلیفه گفته فقط آدم علیه السلام گفته نمیشه، بلکه غیر از آدم علیه السلام دیگر نه کی گفت گفته میشود. کی گفت اینجا حکاه الزمخشری و غیر و نقله القرطبی گفته شده است. زمخشری و غیر زمخشری حکایت میکند و قرطبی نقل میکند. اینا نقل کرده است از قرطبی از کی؟ از زید بن علی نقل کرده است. چی میگوید که مقصد و مراد از اینی جاعل فی الارض خلیفه فقط آدم، منظور فقط آدم علیه السلام نیست، بلکه کیها هستند؟ ذریات آدم علیه السلام زیر این خلیفه چی میشن؟ شاملن. از کجا میگوییم؟ از کجا میگوییم؟ کلمه ذریات در همین جمله کلمه ذریات در کجا است؟ لا حول ولا قوة الا بالله. وقتی که میگه که وليس المراد ها هنا بخلیفه آدم علیه السلام فقط مراد آدم نیست، بلکه ذریات آدم. بله. دلیل چی؟ پس ذریات یعنی بگذار نه ایستو من جواب تا بگم. بیا من جواب تا با از بالاتر میگذاریم. جواب از بالاتر میگذاریم. آدم علیه السلام هم مسلمان هم کافر جوینشین الله هست. هم مسلمان هم کافر جوینشین الله هست. ذریه آدم هم مسلمان هم کافر جوینشین الله. برادر صبر کن. وقتی که در سوال به جواب بدید. سوال عادی به جواب بگذار من جواب بدم. فقط سکوت کن. فقط سکوت کن. هم مسلمان و هم کافر هم اش در جانشین الله گفته می شود یا که یا مسلمان رو گفته می شود
اگر مسلمان رو گفته شود با کدام دلیل گفته می شود مرحمت؟ پس گوش کن. از اینجا معلوم می شود که یگان تفسیر را در نزد استاد خواندگی نیستیم. معلوم است. اعوذ بالله تأخیر اینجا چی لازم است؟ تأخیر چیز لازم است؟ من بیزارم از صوفی. من از صوفی بیزارم. ابن محمد ابن امین شنقیطی رحمه الله تعلیم گرفته هستیم. مثل تونستیم که 17 سال در مدینه بودم یک کسی گوید که این گویده که در حقیقت در اصل نباشد. این خیلی نیست. برادر حلقه تعلیم گرفتیم. برادر نگاه کنید. ما هم حلقه فهمیدگی هستیم. برگه گوش کن. ما هم چه فهمیدگی هستیم به تحقیق. بحث وقتی که میکنی به تحقیق. گوش کن. آرام باش. وقتی آیت که خواندیم خودت با زبان حال ختم خواندی که گفتی که حکاه زمخشری و غیره ونقلها قرطبي عن زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما وليس المراد ها هنا بخليفة آدم عليه السلام فقط. در همین موضوع ده که هست حرکه شما گره زده گفتید که تفسیر خودش صراحتا واضح کرده برای من شما بیان میکند که مقصد از خلیفه فقط آدم نیست بلکه ذریات آدم. شما از ما سوال کرده که از کجا گفته شده ذریات آدم را؟ همین خیل؟ بله همین خیل بود؟ ذریه آدم این بارک الله بارک نه برگوش نه سوال ما معروف است. نه تمام من فهمیدم از سوال چرا میگیرید؟ من نمیگیرید. الیو من با از همین کتاب بالاتر میرم جواب خطا میگیری. میشد که از همین بالاتر همین آیت جواب خطا باز میگیری. میشود نمیشود سخنای دوری دراز نکن و جواب کوتاه مختصر بده. نه تو آخه جواب بده. إني جاعل في الأرض خليفة أي قوما يخلف بعضهم بعض قرن بعد قرن وجيلا بعد وجيلا. إن جوابي وليس المراد ها هنا بخليفة آدم عليه السلام فقط است. مفهوم؟ مفهوم نیست. لا حول ولا قوة. توجیه صحبت بکنید که مردم بفهمند. توجیه مردم بفهمند چی گفتید ایشون. اینجا بین من و شما بحث رفته شده است. اعتراض از شما و از بین من و شما هست. بله اینجا برادرای 50 نفر هستن که باید فهمن که چی شده است. از سوال گرفته است. من 50 نفر دادم. شما دعوا میکنید که حالا جواب تا گرفتی. جواب تا گرفتی. اجازه بده صحبت بکنم. آرام باش. جواب تا گرفتی. نه جواب تا گرفتی. جواب تا گرفتی. نگرفتم و من جواب اصلا لا حول ولا قوة الا بالله. گوش کن. یک دقیقه گوش کن. شما جوابی که من سوالی که من دادم آیا جواب یک دقیقه از همین انصاری تو با من زبان. علی تو با من صحبت کن. من باور بکن گشته و برگشته گوش کردم تو را لیکن وقت نمیدی. من گوش کردم الحمدلله که ندارد. لیکن من سوالی دادم که جواب نگرفتم. سوالی تو این بود برادر. سوالم گشته میگم که تو صحبت میکنم با تو سوال دارم. سوالم جواب بدی. با سوالم جواب بدی. چرا نه اعوذ بالله انمی است مگر شکست خوردن گرفتن نیست. آشکار میگویی که با سوال جواب نمیدی. صبر که جواب تبتا مردم گوش کنن. جواب نمیدی. اما اسکندر ذوالقرنین من گفتم گوش کردم منتظرم گفت. شما سوال کردید که آیا در زیر همین تو این درجه ذریات مسلمان غیر مسلمان ها هم داخل میشن یا نمیشن؟ همین خیر. من یک سوال زیاده از 10 بار تکرار میکنم. باز تکرار کن.
گابزنی نمیمونی انصوری. اعوذ بالله. نه گوش کردیسم. نه من گوش کردیسم. بگو گوش کردیسم. بگو. این خیلی نیست. من سوال کامل میدیم. تو سوال یک جانبش میگیری، جانب دیگرش رفته است. سوال آشکار است، معروف است. یک بار دیگر انصوری گوش بدید. همچون یک آدمی که علم داری آداب و اخلاق رو رعایت میکنه. اینجا بحث است. این نیست که تو زوری به من بکنی. اینجا من گفته استم که من یک سوالی عادی دارم. وقتی که تو میگویی گفته استم سبحان الله بگویم اخی، وقتی که تو میگویی الله جانشین دارد و جانشین الله آدم و ذریه آدم است، میگویی سبحان الله. 20 من سوال داده ایستادم 20 همه خفاست، همه سکوتت، همه سکوتت. وقتی تو میگویی آدم و ذریه آدم جانشین الله هست، میگویی با ما بگو که معنای جانشین چی مقصد داری. یک سوال دوم این است که آیا ذریه آدم اینجا کافر دارد، مشرک و مسلمان دارد؟ یعنی مسلمانی کافر دارد. ذریه آدم چهلی که تو صحبت کرده شده مطلق، پس کافر مشرک هم میتواند که جانشین الله باشد؟ دوم. سوم، و همین سخنهایی که میگویی از کجا میگویی؟ برای اون که سخنهایی که تو گفته شده چهلی که تو خودت خونده شده وجود ندارد و من از این سخنها فهمیده می شود که تو منهج مفسرین نمیفهمی، اصطلاحات مفسرین نمیفهمی. ابن کثیر به خودش، ابن طبری به خودش، یا که امام طبری ابن جریر طبری به خودش اصطلاحات دارد، قول راجح ذکر میکند و بعد از این حکاه نقل میگه که این در علم معروف است، در علم سبحان الله در علم اصول فقه معروف است که اول قول راجح وقتی که ابن کثیر گفت و بعد از این دیگر قولهای مرجوح ذکر میکنه. حالا تو به ما همین سوالایی که دادیم جواب بگو. تمام کردی؟ ما انتظاریم بس سوالها جواب بگو. تمام کردی؟ تمام کردی سوالتا؟ انصاری نه تمام کردی؟ انصاری سوالتا تمام کردی؟ چی شده است؟ اینجا صدای من نرفته صدا است یا که والله علم چی حدثه شد؟ سوال معلوم است. از کجا تو ترجمه کردی جانشین خلیفه را؟ در کجا در کدام لغت خلیفه جانشین گفتی؟ کتاب بیار. بعد از این آیا همون ذریه کافر مسلمان داخل میشوند؟ اگر نه فقط مسلمان گویی دلیل بیار. از کجا میگویی؟ معلوم. فقط و بعد از این چلی که سوال ما معروف بود همین قولهای از کجا میگیری به ما بیان کن. اگر ذکر کردی ما قبول میکنیم، اما از خودت نگو، برای که من و تو یک طالب علم است. ما یک طالب علم هستیم که باید از قول مفسرین. سوالت تمام کردی؟ سوالت تمام کردی؟ اینجا در مسئله این است. بازی یک کس گفت که مقصد که خلیفه گفته نمی شود. از قرطبی، از ابن کثیر گفت. من ابن کثیر همین خیلی و یا اگر از اینترنت بکوان من ابن کثیر دارم، تفسیر القرآن الكريم لحافظ ابن کثیر من میخوانم. در زیر همین آیت چی میگوید؟ وإذ قال ربك للملائكة واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة واقصص على قومك ذلك. ای محمد صلی الله علیه و سلم یاد آوری بکن محمد صلی الله علیه و سلم هنگامی که پروردگارت برای ملائکه ها گفت. این قصه را برای امتانت ذکر بکن که خداوند برای ملائکه ها چی گفته است. الله سبحانه و تعالی فرمودند که اینی جاعل فی الارض خلیفه. برای خلیفه، برای جانشین. خلیفه گفته چی میگن؟ خلیفه گفته جانشین را میگن. خلیفه گفته کی را میگن؟ کسی که حق امضا کنی را دارد.
خلیفه گفته جانشین نمیگن. جانشین رو میگویند خلیفه، کسی که حق امضا را دارد، کسی که اجرایشی فرمایشاتی بالای خودش را دارد، این را میگن خلیفه. این معنای خلیفه هست. اکنون در تفسیر چی میگوید؟ ای قوما یخلف بعض قرنا بعد قرن و جیلا بعد جیل. همیره خواند ای کس، اما پایانش نخواند. پایان این آیت را نخواند. پایان این آیت را که هست میگوید که و اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه حكاه زمخشري وغيره ونقله قرطبي عن زيد بن علي رضي الله عنه وليس المراد هنا بخليفة آدم عليه السلام فقط. میگه تو فرزنداش از کجا میاری؟ خیلی مفسرین، خیلی حسن زید بن علی رضی الله تعالی عنه مفسران خودشان میگن که مقصد فقط آدم نیست. وقتی که مقصد مراد از آدم فقط خلیفه که نباشه، در آیت مقابلی که چی تفسیرش کردن؟ تفسیرش چی کردن؟ تمام مفسران تفسیر کردن که قوما یخلف بعضهم بعضا، فقط آدم خلیفه نیست، بلکه همون قومایی که فرزندان آدم هستن اونها هم که هستن چی هستن؟ خلیفه پروردگار هستن، جانشینی پروردگار هستن. اکنون با سوال سومش که این که آیا کافران هم خلیفه خدا می شود یا نمی شود؟ همین خیلی سوالش بود. بله. که سیم مقصد سوالش این بود که فقط مسلمان ها جانشین می شود یا اینکه غیر مسلمان ها؟ در این باره اکنون چی می گوید؟ والظاهر بالارض اعم من ذلك الخلیفه. الخليفة قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة وعن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أن الله تعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ابن عباس، ابن مسعود وحضرت مالك وحضرت أبي صالح و جماعتی از صحابه کرام در زیر همین آیاتی که الله سبحانه و تعالی فرمودن که انی جاعل فی الارض خلیفه، چی گفتن؟ فرشتگان گفتن که ربنا و ما یکون ذلک خلیفه، گفتن که پروردگار او خلیفه در روی زمین چیکار میکند؟ قال یکون له ذریه یفسدون فی الارض و یتصحدون و یقتل بعضهم بعضا. فرشتگان گفتن که خدایا فذوریات اینها در روی زمین خونریزی میکنند، اینها چنین میکنند، اینها با همدیگر خونریزی میکنند، اینها را نیافر. الله سبحانه و تعالی چی گفتند؟ در زیر این اکنون اهل تفسیرها با چی میگویند؟ اینی جاعل فی الارض خلیفه. خلیفه منی، اینه کور، کور اینه گور، اسکندر ذوالقرنین کور، اینه به حرفی کلانش میکنیم تا که بینی اینی جاعل فی الارض خلیفه منی. یکون کس هست همینجا ببینه؟ نه تو بخش رو نظر داریم. بله. خلیفه منی اکی احمد هستی همینجا بینی همیره خلیفه منی، من بانو زمین نون بانو زمین، منی خلیفه من، جانشین من کی ها هستن؟ یخلفونی فی الحکم، اسکندر جان تگیر قرنین، یخلفونی جانشین من میشوند، یخلفونی فی الحکم بالعدل بین خلقی، نون نتوبره. یخلفنی فی الحکم، جانشینان من کی ها هستن؟ همون کسانی هستن که در حکم من عدل میکنن بین خلق من. این خینه که خون ریزی بکنن. اینی جاعل فی الارض خلیفه منی یخلفنی فی الحکم بالعدل بین الناس و ذلك الخلیفه هو آدم و من قام في طاعة الله و حکم بالعدل بین خلقه. اینجا ده کافرها بیرون شدن، کافرها بیرون برآمدن. ای جتر مراد 99 سال در مدینه خونده اما جاهل هستی عالیم. دیگه کن همه تفسیر میبری تو آخر شب بخونی. آخی آیت از سرش خونده است پایانش نمیخواند، با مرا از اصول گپ میزند. یه دقیقه بیا که سگوی بغداد نسل کتونه بیارین برکنن اسکندره.
اگه نگاه کده اکای صوفی دوامش میخونم یا دوامش نمیخوننده میگه کی چی میگن اینی جعل فی الارض خلیفة منی یخلفنی فی الحکم بین بالعدل بین خلقی وإن ذلك خليفة هو آدم ومن مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه. کدام کسانی که آدم و جانشینان آدم کیها بودن؟ پیامبران بودن. جانشینان پیامبران کی بودن؟ اصحاب کرام بودن، علما هستند. اینها در روی زمین الله اکبر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم فرمودند که من امر بالمعروف و نهى عن المنکر و هو خلیفة الله و خلیفة رسوله و خلیفة ائمة الناس اجمعین. من بر دوام آیت بخونی. فقط اکنون در اینجا کسانی که ایمان دارند اونها خلیفه خداوندی هستند، برای حکم خداوندی را جاری کردن. فهمیدین؟ جاری کردن. اکنون نگاه که چی میگه والخلیفه فعلیه من قولک خلف فلان فلان فی هذا الامر. خلیفه گفته چی میگه؟ این فلان انسان را جانشین خود قرار داد در همین کار بار اذا قام مقامه فیه بعده. مثال اکای صوفی، ما قطعی اکای صوفی شاگرد باشیم، اگه اکای صوفی میگه که برادر من سفر خانه دارم، شما همین دکان من ده جانشین من میشه، کاری باری مرا نگاه میکنید، من میشم جانشین ای کس. اکنون خلیفه گفته چی رو میگن؟ خلیفه والخلیفة الفعلیة من قولك خلف فلان و فلان في هذا الامر اذا قام مقامه فيه بعده كما قال الله تعالى ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم. ما بعد از آنها شما را خلیفه قرار دادیم، یعنی که بعد از آنها ما شما را جانشین همدیگر تا ما قرار میدهیم که تا که احکامات ما را در روی زمین چکار کنید؟ جاری بکنید. صدقه طوری موی سری پردیلت کنه، صدقه ابن کثیرت کنه. من برام خاطر میگم که شما گفت گوگل میکوید و الکترونیکی میکنید، 99 الکترونیکاتون دروغ و خطاگی دارد. برای من خیلی چیزا نمیگذره، برای جیوای در کن. زنده تفسیر ابن کثیر گفتی؟ من ابن کثیر اما ابن کثیر تا آخر من ایمان دارم که همین تفسیر مکمل خواندگی نیست. جان تگیره که محمدی خودش مدنی میگیرد. برادرانی که در وقت زیرا در یوتیوب گوش میکنین، یوتیوب نیست، اینجا آروم صحبت نکن. این نتیجه را بردارین این ملتون اینجا. اگر تو یوتیوب بکوبی اگر تو یوتیوب بخونی، اگر